متاسفم، واقعا متاسفم که اینو دارم میگم. راهش ورزشه. نمیتونی. من 10 سال سعی کردم که بدون ورزش اون کار رو انجام بدم، نشد. دوباره بعد 10 سال برگشتم به ورزش. البته من بعد جنگ تو خونه دارم ورزش میکنم، ولی هر وقت که بچه‌ها قراره جمع شن و با هم دیگه مبارزه کنن، منم میرم باشگاه و با همون 4 تا حرکت که یاد گرفتم چند تا مشت میخورم و میام. چند تاتونم میایید اونجا منو میزنید میرید. اگه هیترید میتونه انگیزه باشه، بیاید باشگاهمون و منو کتک بزنید بعد برید. برو جدی باش. گاردتو نسیم، اون گاردتو بیار سمت صورتت. چرا پایین میگیری خیلی؟ تو بالا بیار دستتو. نمیچسبونی یا دستتو بچسبون به سر. قد بلندت استفاده کن. چرا به من حرف میزنی وسط بازی؟ ده ها. یه باش تو شکم بزن، سنگی بزن. بکش عقب. افو نسیم بیرون که الان تو بدو. من در بریم برو بزن. نسیم تا آخرین جونت بازی کن. باید شما کنی. یه داخل پا بهش بزنی نگاش باز نکنی. محکم بزن.